سلام علیکم دوستان عزیز. چیز با شما خواهیم که خواندن هیچ گاه چی نمیشه، دیر نمیشود. با اون شرطی که انسان اگر که حواس داشته باشد و چی میگن شوق داشته باشد. مثلا نبینید که من ای کودکی فقط خودم آرزو میکردم که سوره میخوندم یا باید فهمم که چی میخوندم. در جستجوش بودم یافتم گرفتم یکم چیزی که من آرزو میکردم. بعد آرزوی من بودی قرآن فهمیدن، زبان عربی را آموختم. برای قرآن فهمیدن زبان عربی را باید من آموختم. زبان عربی را کسی که نمیداند که قرآن نمیفهمد. برای این آرزو کردم خدا مرا به آرزو رسانید. آرزو دیم دیم دیپلم گرفتگی من آرزو برادری دیمم که به من گفت که تو زبان ها رو نرم می‌کنی، زبان انگلیسی هم اگر خوانی خوب است. دیپلم دیم با آرزوی برادر دیمی گرفتم، لیکن تو شمال نیستم. برای که در مکتب‌های تاجیکستان کار کردم، زبان انگلیسی درس دادم با دیپلم صحبتی. با ما را خواستن که خارج بفرستن. من یکم سال با شرطنامه داخل شدم. بعد اعلا که خواندم مرا شرطنامه با بودجه‌ای گذراندن. 2 سال دیگه بودجه‌ای خواندم به پول استیپендیum گرفتم بردم دوشنبه. یعنی که دویم 28 ساله بودم دیپلم دیمه گرفتم. یکم دیپلم 20 ساله داشتم، 28 تمام کردم در سودان. دویم دیپلم در 28 داخل شدم، در 31 گرفتم. 31 ساله دیپلم سرخ گرفتم تاجیکستان. خب سیوم دیپلمم این آرزوی برادر خوردیم بود. خوردی برادرم که در دیسپانسری کار نشده پیش من سال 93. آرزوی اون کس بود که اون کس می‌خواست که من دکتر شم. اون کس می‌گفتن که تو نوترس هستی، دلیر هستی، تو بسیار دختری تو با مهر هستی، تو زیرک دانا هستی، تو می‌تونی که دکتری زور شه با آدم‌ها چقدر فایده ها بیاری. آرزوی آدم بود که بعد در мотивация می‌کرد برادرم که تو باید خانم من فیلمی را نمی‌بینم. همین سیستم ملی زندگی بود. هر روز میگو یک فرمول انگلیسی از این میسپرم میگو ببینم نه از میگو میکنی میگفت میگه که ما خیلی دور توانایی مترسی دلیری جسوری مثل دختری خوب هستم. مرا باید کرد حواسم کرد мотивация کرد. بعدم حواسمندی اکرم دعای مون نماینده است. چه خیلی بخواد گفت حواسم نکنی بود نماینده است خودم میمونه. بعد 30 سالگی بعد فقط همیشه میکردم چیزهای مدیسین را میخوام. معلومات مدیسین طبی برفتم. چی من اکوشریست چی خونم میگن اکوشری ماساژیستی خونم. کتاب کلمه اکوشری گینکولوژی کتاب برام گرفتم میخوام اکوشری گینکولوژی. میگفت تو معلومات چطور کارم خیلی من اینترست میاد. من شاید خوارم میگم چیزی مدیسین. بعد همین خشکی در روسیه اومدیم در اینجا اینترن سپورینو به داخل شدم. گذاشتم خانم گرفتم دکتریا 49 ساله تاجیکا میگن که در اینجا شهری هستم. شما چون میگن عمرتون رفت است و شما 50 بار رفتین خانه چیکار کار؟ من گفتم من حواسم هست، شوقم هست، میخوام خونم. این شوق حواس باشه تو سین سال فرق نداره. در تاجیکستان خواستم داخل شدم که تاجیکستان تو 35 سال گفتن ممکن است داخل شدم میاد. گفتم خیلی راستی که در روسیه که شد در روسیه داخل میشم. در روسیه من که پاسپورت داخل شدم وقتی که هست شرایط چی نخوانم داخل شدم. میگه تاجیکو بسیار مروای کردن در اینجا که چون میتونی خوانده خب هر اون باشه دو تا دیپلم داری سه دیپلم در سر میزنی که مثلا نه سه دیپلم خال ادنا درگونی که میشه که خال نمیشن دختری با هم کسب و یک دشوار است که وقتی که خوانم دیپلم تو خواهرم میگه چه خیلی زود دیپلم سه من گرفتین دختری گرفتین در واقع گفتن چون میگه دیپلم تو گرفته سه من میگم که آرزوی اکم که آرزو میکنه برای من آرزوی اکم عملی میکنم. حالا که هست شرایط هوس دارم شوق دارم میخوانم. روسو میگن خواندن هیچ وقت دیر نمیشه. چیزی میکنه کار نمیکنه روسو. آدمو میگن که کلام سوالش پیش شما میگن خواندن یا زندگی یوتیوب میگن کلا کاری برای اونیورسیته تربیت که برای درک نماز بخونم برای پیش پرده بشید پسیخت دیونه من میگم من پیر نیستم. من پیر نیستم. پیر اون کسی را میگن که تیوخچه گرفتگی گشته است نبیرده من نبیرده من تیوخت میگرونه دفترچه چی میگن نفقه خریدارم نیستم پیر خیلی مال بس این پیر واسه نیستم من. ولی گفت تاجیک اصلا گوه نشفته است. تاجیک ما که پیش داریم که اصلا گوه نشفته است. ولی ما با پیش تاجیکستان با پیش به علم معرفت گیریم. من خیلی گفتم تاجیک چه میگی خوانده پیش برام بیرون نصیحت میگه که کمی سری می‌نویسم گفت برادر که نماز بخوام برادر سری نماز بشی برای خودت کار خود کنم. من کارم با میگم برشم که اسکیت میکنم اب خودت خروکار ماچی گرافیک قطعه مالا گرافیکم بودی موندگی در کدام سال باید تا آن پازو در کدام سال باید ترجمه مکتب باید بیاد اینستیتوت آن باید خریم در کدام سال ترجمه باید درس ایلوگیش برای در کدام سال باید که من باید که خودم باید باشم در کدام سال باید که ویدیو سیم کنم در کدام سال باید عبادت نکنم خودم باید عبادت باید بیارم در کدام سال باید تربیت کنم در کدام سال باید که حقی چه میگن مسلمانی حقی هموطنی رو
همزبانی با جلوی با شما خدمت خلق وطن رو کنم و مگر شما دیگه خوندین زبان تو زبان عادی قطعی باشه مگر شما فهمو باشه هموطنی عزیز و مهربانم زنده سلامت خانم باشه و هیچ گاه подписывайтесь лайк бежите кем то лайк сах бежите мистер бежите хоп подписывайтесь не надо машина